سلام به تمام دوستان راز مخفی. با شما هستیم با یه ویدیو جذاب دیگه. قراره درباره لیلیس صحبت کنیم. اسمشو شنیدید؟ از داستان اون چی میدونید؟ همراه من باشید تا با هم این موضوع رو پیش ببریم. لیلیس اولین معشوقه آدم بود که با خوشبختی کامل روی زمین زندگی میکرد. منتها تأثیر شیطانی او باعث خشم خدا شد و فرشتگان فرزندان شیطانی لیلیس با نام لیلین را سلاخی کردند. مادر شیاطین از زمین به جهنم تبعید می شود و آدم شریک زندگی جدیدی پیدا می کند. یک انسان مؤنث با نام حوا. لیلیس اولین همسر آدم بود که مانند آدم از خاک خلق شد. در یکی از روزها که لیلیس در دشت‌های اولیه قدم می‌زد، لوسیفر رو ملاقات کرد. طی اون ملاقات دوستانه لوسیفر تونست لیلیس رو متقاعد کنه که با آدم برابره، چون هر دوی اونها از خاک خلق شده بودند. لیلیس بعد از اون ملاقات به شدت با آدم به مشکل خورد و برابری رو می‌خواست. وقتی دید با آدم به توافق نمیرسه، نام ناگفتنی خداوند رو به زبون آورد و آدم رو با عصبانیت تنها گذاشت. البته این هم قابل به ذکره که در بعضی از روایات گفته میشه لیلیس اولین فمینیست جهانه. آدم از خدا خواست که لیلیس رو برگردونه. خداوند هم 3 فرشته رو فرستاد تا لیلیس رو به بهشت برگردونن. اون 3 فرشته لیلیس رو در دریای سرخ پیدا کردند، اما لیلیس نپذیرفت. فرشتگان با نیزه چندین بار به او ضربه زدند و اونو در دریای سرخ غرق کردند، اما لیلیس با لجبازی تمام قبول نکرد. البته خیلی طول نکشید که مفیستو ارباب جهنم توانست آدم و حوا را آلوده کند و بشریت را به فساد بکشاند. لیلیس با لوسیفر و ساموئل متحد شد تا انسانها را که مخلوق خداوند بودند گمراه کنند و به تباهی بکشونند. در منابع دیگر لیلیس یکی از اعضای سپاه آسمانی و همسر لوسیفر معرفی می شود. لیلیس فرزندان زیادی با حکمران جهنم داشت، اما ارباب دروغ‌ها از او خسته شد و در نهایت از جهنم بیرونش کرد. البته حتی این داستان نیز شاید چندان دقیق نباشد، چرا که در یک روایت دیگر گفته می شود مادر شیاطین موفق به اغفال آدم شد و فرزندانی از او به دنیا آورد که با نام مازیکیم شناخته می شوند. معرفی مادر شیاطین به عنوان یک موجود غیر ممکن به نظر می آید. او هم یک اله است، هم یک ساحره و هم یک فرشته و در عین حال یک شیطان. لیلیس از هنگام پدید آمدن بشریت وجود داشته است و احتمالاً پس از گذشتن دوران انسانها هنوز هم باقی خواهد ماند. با گذر قرنها لیلیس بیشتر با بشریت پیوند خورد، به طوری که در برخی دوره‌ها به عنوان یک الهه در برابرشان ظاهر شد و در برخی دیگر به عنوان یک ساحره. مشخص نیست که او در این دوره دقیقاً به دنبال چه چیزی بود. برخی دیگر باور دارند که او احتمالاً در پدید آوردن اولین خوناشام‌های دنیا کمک کرده است. نفرین لیلیس. هنگامی که خدا از نافرمانی آدم و حوا آگاه شد، آن دو را از بهشت اخراج کرد و همچنین جاودانه بودن را نیز از او سلب کرد تا فانی گردد. اما لیلیس به خاطر نخوردن از میوه ممنوعه همچنان جاودانه ماند. اما لیلیس که به شدت گستاخ شده و حاضر به اطاعت از خدا نبود، نافرمانی می کند و باز نمی گردد. از همان لحظه به فرمان خدا هر روز یکی از فرزندان لیلیس کشته می شود. لیلیس نیز چون مرگ فرزندانش را می بیند خشمگین شده و از برای انتقام فرزندانش هر روز یک نوزاد از تبار آدم و حوا را می کشد. لالایی کودک. انگلیسی زبانان بر این باورند که کلمه لالایی آنها یا همان لالابای از کلمه عبری لیلیس آبای گرفته شده است که به معنای لیلیس برو است. مادران یهودی برای امن نگه داشتن فرزندان خود 4 طلسم با نوشته لیلیس آبای در اطراف کودک قرار می دادند
و بعدها برای آنها آوازی قبل خواب می‌خواندند تا از شر لیلیس حفظ بمانند. امیدوارم از دیدن ویدیو نهایت لذت رو برده باشید. فراموش نکنید که حتما ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و توی کامنت ها بهمون بگید که موضوع بعدی چی باشه.